روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست منظورتان از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در شهر پراگ. در تخمینا 10 دقیقه بعدی درباره ارسال واکسن سپوتنیک وی روسیه به تاجیکستان، صدمه مرگبار در قلمرو ناحیه درواز که هنگام انتقال جسد به ناحیه اشکاشین به وقوع پیوسته است و اشغال شهرهای کلیدی قندهار و هرات افغانستان از سوی طالبان خبر می‌دهیم. صبح امروز روسیه به حیث یاری بشری به تاجیکستان 50,000 وایه و یا دوزه واکسن ضد کرونا ویروس سپوتنیک وی را ارسال نموده است. در این باره خدمات مطبوعاتی وزارت تندرستی به رسانه‌ها خبر داد. اول این هفته آلمان به تاجیکستان 100,800 وایه واکسن استرازنیکا وعده کرد. فعلا ساکنان تاجیکستان با واکسن‌های بریتانیایی و شوئدی استرازنیکا، واکسن چینی کروناواک و واکسن آمریکایی مدرنا مایکوبی میشوند. طبق آمار وزارت تندرستی تاجیکستان تا 11 اوگوست در این جمهوری بیش از 1,541,000 نفر حداقل یک دفعه مایکوبی شده، بیش از 130,000 نفر 2 دفعه واکسن گرفتند. ماه گذشته در تاجیکستان برای هر فرد از 18 ساله بالا گرفتن واکسن ضد کرونا ویروس حتمی شد. شب 11 به 12 اوگوست یک ماشین سبکرو با 5 مسافر که جسدی را از دوشنبه به اشکاشیم برای خاکسپاری انتقال می‌دادند در حدود ناحیه درواز به دریای پنج سرازیر شد. در این صدمه 5 مسافر این ماشین که همگی اعضای یک عائله بودند به احتمال زیاد هلاک شدند. یکی از پیوندان این عائله با نام امینجان که در کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان کار می‌کند، روز 12 اوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت 5 نفر از خویشاوندانش در یک ماشین جسد را برای خاکسپاری به اشکاشیم می‌بردند. او افزود ماشین شبانه در حدود دهه ویشخرو ناحیه درواز به دریا چپه شده است. تاکنون تابوت با جسد و 2 نفر از مسافران فوتیده یافته و از آب بیرون کشیده شدند. گفتگوی 3 مسافر دیگر ادامه دارد. همصحبت ما افزود بنابر پرتقیان و بزرگ بودن دریای پنج، غواصان هم در این شرایط کار کردن نمیتوانند و حالا مقامات در منطقه های پایان آب جستجوی جسدها را ادامه میدهند. به گفته این منبع مسافران با ماشین تمغه لکسوس حرکت داشتند و پوره روشن نیست چرا ماشین یکباره به دریا سرازیر شده است. نجات بخشان حالا خود ماشین را هم نیافتند. و حالا چند خبر مربوط با رویدادهای اخیری افغانستان. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن و وزیر مدافع این کشور لوید آستین در یک صحبت تلفنی با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی گفتند که در روبروی خشونت طالبان آمریکا در تأمین نظم و ثبات افغانستان سهمگیر باقی میماند. 12 اوگوست ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که شماره کارمندان سفارتش در شهر کابل را کاهش می‌دهد. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است که کاهش کارمندان ملکی سفارت به آن معنی نیست که فعالیت نمایندگی دیپلماتی ایالات متحده آمریکا در افغانستان فعالیتش را قطع می‌کند. ایالات متحده آمریکا برای تأمین امنیت کوچانیدن کارمندان ملکی سفارتش در 48 ساعت آینده به کابل 3,000 افسر و سرباز می‌فرستد. صبح امروز منصبداران محلی ولایت قندهار تصدیق کردند که مرکز مأموری این استان قندهار که دومین شهر بزرگ افغانستان است از طرف طالبان اشغال شد. نیروهای حکومتی فرودگاه را زیر نظارت دارند. روز پنجشنبه طالبان بخشی بزرگی سومین شهر بزرگ افغانستان هرات را هم اشغال نموده، همچنان مرکزهای مأموری 2 ولایت دیگر این کشور را تحت نظارت قرار دادند. همین طریق از میان 34 ولایت افغانستان 12 تاش از سوی طالبان کنترل می شوند. در زیر نظارت حکومت افغانستان یک عده شهرها و مرکزهای ولایت‌ها باقی ماندند که با 3-1 قلمرو افغانستان برابر است. روز 12 اوگوست طالبان مرکزهای ولایت‌های غزنی و بادغیس را اشغال کردند. دیروز در قطر بعد انجام مذاکرات هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان، نمایندگان ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، اروپا و ممالک همسایه اظهارات نشر نموده تاکید کردند که آنها هیچگاه یک حکومتی را که با استفاده از زور سر کار می آید اعتراف نخواهند کرد و هر گونه برنامه‌های کمک به حل سیاسی نزاع در افغانستان
وابسته است. طالبان میگویند رهبران سیاسی این گروه جنگجوی در قطر با هیئت‌های ترکمنستان، ازبکستان و روسیه دیدار و گفتگو داشتند. سخنگوی طالبان بر رادیوی آزادی ابراز داشت که 12 آگوست در قطر رهبر طالبان ملا عبدالغنی برادر با معاون وزیر کارهای خارجی ترکمنستان ویپا حاجیف و فرستاده پرزیدنت ازبکستان در امور افغانستان اسمت الله ارگاشف مسائل منطقوی و تجارت جماهیر سابق شوروی آسیای مرکزی با افغانستان را بررسی کرده است. بر علاوه نمایندگان طالبان در شبکه توییتر نوشتند که ملا برادر با فرستاده روسیه در امور افغانستان زمیر کابولوف هم ملاقات کرده است. در شهر خوجند تا هنوز ساختمان دو بینایی که 2 سال پیش پرزیدنت تاجیکستان اولین سنگ زیربنای آنها را گذاشته بود آغاز نیافته است. یکی باید بینای دانشگاه دولتی خوجند و دیگری کاخ فرهنگ باشد. مسئولین ساحه میگویند که حالا به این بیناها نیاز دارند. مقامات میگویند که نبود مبلغ باعث اجرا نشدن این طرحها بوده است. در این باره خبرنگاران رادیوی آزادی گزارش تهیه کردند که در برنامه اخبار پیشکشی شما می شود. مقامات پلیس در شهر دوشنبه حدود 1 تن مواد مخدر را که از جانب کارمندان حفظ حقوق کشف و مصادره شده است سوزانیده محو کردند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روز 12 آگوست گفت محو مخدرات با حضور نمایندگان دادستانی، سود و خبرنگاران در شهر دوشنبه دایر شد. در میان مواد نابود شده به نوشته وزارت 34 کیلوگرم و 390 گرم هروئین، 214 کیلوگرم و 563 گرم افیون، 605 کیلوگرم و 483 گرم بنگدانه، 272 کیلوگرم و 504 گرم حشیش و دیگر نمودی ماده‌های نشه‌آور سوزانیده نیست و نابود کرده شدند. گفته می شود به فرق از سالهای قبلی حالا گردش غیرقانونی حب‌های نشه‌دار سینتتیکی که استعمال آن به حیات و سلامتی آدمان تهدید می کند زیاد شده است. مقامات آن را یافت و مصادره کردند. در چاره‌بینی مذکور حب‌های نشه‌دار سینتتیکی نیز محو کرده شدند. از جمله 216 گرم امفتامین، 1 کیلوگرم و 971 گرم متامفتامین، 1 کیلوگرم و 946 گرم متادون، 1 کیلو و 27 گرم الپازورام طریق سوزانیدن نیست کرده شدند. در این معرکه به گفته مقامات مواد آن قاچاقبران نیست و نابود شد که در نسبت آنها حکم سود صادر شده، جزا در نسبتشان تعیین شده است. ساکنان ناحیه جلال‌الدین بلخی سابق ناحیه کالخازآباد در ولایت ختلان میگویند یک گروه صاحبکاران در این ناحیه به کندن قبورهای آبی از زیر زمین شروع کردند که از میان حولی و خانه‌های مردم میگذرد. یک همصحبت رادیوی آزادی ساکن موضع بیشکپا گفت چند اسکواتور و تراکتورها حالا به قبورکنی مشغولند. قبور از کجای راست آید کنده دیوارهای حولی و پلیس‌های مردم را ولنگار میکنند. کسی به ما نمیگوید که قبورها به کی در کار شده است و چرا آن را میکوبند. به گفته ساکنان این لوله و یا قبورهای آبگذر سالهای شوروی کشیده شده است و تا به ناحیه‌های دیگر رفته میرسد. این هم در حالی است که روز گذشته ساکنان جماعت رودکی ناحیه وخش از قبورکنی شکایت داشتند. گفته می شود که در اینجا صاحبکار محب الله تاشرآبادی که برای رئیس جمهور رشته خویشاوندی داشته است قبور آب را کنده میخواهد به فرمه چارواپریش کشد. ساکنان میگویند در این صورت آنها از خط آب محروم میشوند. تعالیبک سریباشوف از مقام اجرا کننده وظیفه رئیس شهر بیشکک استعفا داد. در یک پیام ویدیو که یاور او عظمت عبدستاروف در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده است، در این باره تصمیم سریباشوف
خبر داده و نشر شده است. با گفت سریبشوف این قرار را خودش قبول کرده است و در اینجا یگان انگیزه سیاسی وجود ندارد. او افزوده است که تا این دم 3 سال همچون شهردار اوش کار کرده و تا حد امکان به مردم خدمت کرده است و قصد کرد که در ماه‌های نزدیک او درباره نقشه‌های من بعده گزارش خواهد داد. تفصیلات این خبر را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org پیدا کنید. حالا درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می‌دهم. امروز 13 اوگوست بانک ملی $1 را 11 سومانی و 32 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 28 درم و بالاخره 1000 روبل روسی را و 153 سومانی و 50 درم برابر دانسته است. بینندگان عزیز، در همین جا صحبت حاضره به پایان میرسد. تا دیدار نوبتی خود را احتیاط کنید.